به گفته مؤلف نوار، این حادثه در نزد یکی از متروهای مسکو ثبت شده است. نفری که پلیس تلاش دارد او را بازداشت کنند مهاجر از تاجیکستان بوده است. گفته می شود بحث بر سر تفتیش سندها سر زد و مهاجر نخواست که او را به اداره پلیس برند. این نوار هم 2 روز پیش از شهر پرم به رادیوی آزادی رسید. به گفته مهاجری که نوار را فرستاد، پلیس بعد نماز جمعه به بازار در آمده 3 نفر را لطوکوب کرد. در نوار صدای الکتروشوکر شنیده می شود. مهاجران از ترس بازداشت نشدن حادثه را پر ثبت نکردند. بدرفتاری نسبت مهاجران در روسیه حادثه تازه نیست، چون این شکایت ها در ماه‌های می و ایون امسال یک بار زیاد شد. از جمله این نوار واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. یا اینجا پلیس محصولات آورده مهاجران را با لگد میزند. چون این نوارها زیادند، صرف نظر از نگرانی‌های مهاجران به هم مقامات تاجیکستان، هیچ یک از این حادثه‌ها یا تحقیق نشدند یا حداقل درباره جزا گرفتن مأموران پلیس خبر نشر نشد. وضعی که به گفته حامیان حقوق باعث زیادتر شدن چنین بدرفتاری‌ها می‌شود.